رفیق، اگه متولد فروردین ماهی خیلی به تبریک میگم تو خیلی آدم پر انرژی هستی، خیلی هم آتیشی هستی و اینکه هیچ چیزی نمیتونه جلوتو بگیره. اگه بخوای کاری رو پیش ببری هیچ چیزی نمیتونه مانعت بشه، به شرط اینکه خودت هم بخوای. سنگایی که با فروردین ماهیا تناسب دارن الماس، یاقوت سرخ و جاسپر قرمز. خب الماس خود آرومت میکنه، بهت قدرت میده، تمرکز میده. یاقوت سرخ بهت انرژی و عشق میده و جاسپر قرمز باعث میشه استرس همیشه کم باشه. الان چرا میگی این بره داری نگاه میکنی؟ چون نمیدونم دوربین چشه و دوربین با حالت کج گذاشتم که با حالت ویدیو بره، ولی متاسفانه چشمام یهوری شده. نمیدونم دوربین مشکل داره، نمیدونم چشم مشکل داره. خب اگه میخوای همیشه شارپ و قوی بمونی یه تیکه از سنگا رو با خود نگه دار. راستی اگه میخوای هیچ وقت چشم نخورین سعی کنین یه عقیق سبز اصل بخرین، چون عقیقای سبز تو بازار همیشه رنگ شدن، پس مراقبشون باشین و سعی کنین همیشه یه تیکه سنگ با خودتون باشه. حالا من خودم 4-5 سنگ الان دارم، ما اینکه انگاشترشون نگردم ولی خواص سنگ خیلی خواص بالایی داره، واقعا به آدم انرژی میده و محافظ آدم و این باور غلط نیست که از قبلا بوده، یه باور کاملا درسته. فقط باید سنگ اصل انتخاب کنید و سنگ متناسب با خودتون